بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما از آمازون میفهمیم که در چه قسم ما کدام نکات باید در نظر بگیریم اگر یک جنس میخریم، نکات مهمش میخواهیم بخوانیم. نوشته میکنیم amazon.com سرچ. وقتی که نوشته کنیم قسم یک پیج میاد، باز نوشته است amazon.com official سایت. بالای دی کلیک میکنیم. کلیک کردیم یک قسم یک صفحه بر ما باز میشود. که باز شد یک ایتم یک جنس انتخاب میکنیم. ما اینجا انتخاب کردیم مثلا این جنس دی یعنی چی مهم است. اول BSR مانا بیست سیلر رنک. بیست اس مانا سیلر، آر مانا رنک. BSR که چقدر کم باش خوب است. این ایتم که از آمازون در مقام دوم قرار داره. ای که باید از 70,000 زیاد نباشه. 70,000 60,000 مطابق، یعنی فکر کن آدم اگه فروشات زیاد باشه فرق نمیکنه، 80,000 باشه، 70,000 باشه، 40,000. عموما هم 60,000 70,000 که باش خوبه. از زیاد شو باز فروش کم میشه. دیگه ویریشنش باید زیاد نباشه، از یکی زیاد نباشه. اگه زیاد باشه باز فروشش کم میشه. بعضی هستن مثلا ویریشن رنگ که یکی را خوش دارد، یکی دیگه قسم خوش دارد، یک سفید یک سیاه. مطلب ویریشن مانا اقسامش، انواعش یا رنگش. این دو. دیگه مهم که از مثلا برند باید خودش فروشات نکنه. برند باید خودش فروشات نداشته باشه و آمازون باید فروشات نداشته باشه. یعنی خود آمازون باید فروش نکنه، بخاطر که در این ایتم ببین آمازون سیلر آمازون است، یعنی خود آمازون هم میفروشه. باید اینا باشه. دیگه اینجا این مارک این نشان میبینیم این گرین است. گرین مانا که یعنی مثلا ممانعت نیست که تو بفروشی، خاطر که آی پی الرت نیست، یعنی بالایت کمپلین نمیشه. دیگه ریتینگش باید از 4 کم نباشه. این ریتینگ ای به این میگن ریتینگ. و اینجا کسی مردم ریتینگ دادن نظر خدا که چقدر زیاد باش خوب است. باز 70 کم نباشی، باید 70 80 باید کم نباشه، بخاطر که با مردم اعتبار نمیکنن که نظر کم باشد، مردم اعتبار کنن. و پرایس باید از 20 کم نباشه، از 50 زیاد نباشه. از 20 که کم شد باید با ما فایده نمیکنه. دیگه اینجا میبینین این سیلر ها که سیلر دیگه نیو یوزد سیلر که نوشته سی. این باید از 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 4 بالا نباشه، زیاد کم نباشه و از 20 زیاد نباشه، بخاطر که سیلر که زیاد شو با فروش کم میشه. میایم بالای دیگه ایتم دی که از مثلا دی سعی کنیم ما برتان گفتم که بیسار یعنی برند سیلر نباش. سعی کن دی خود برند هم شامل خودش میفروشه. وقتی که خودش بفروشه دیگه باز ما شما کردی برند مقابله کردن نمیتونیم. سعی کن سیلر هم برند است و خودش نامش دیگه تمام برند جور کرده دیگه. او ایتم قسم ایتم فروش کرده نمیتونیم آمازون. یک ایتم دیگر میبینیم مثلا ما یه ایتم سعی که برتان گفتم BSR بیست سیلر رنگ. این باید کم باش خوب است، از 70,000 زیاد نباشه. ویریشن اقسامش نوش این باید یکی باشه، زیاد نباشه. اگر زیاد هم باشه خب فروش باید خوب باشه. سعی که اینجا
برند نامش است. این برند خودش نباشه، سیلر باید مختلف باشه، آمازون نباشه که مختلف است. و این فرندلی دیگه فرندلی باشه، مطلب بعض وقتی زرد می باشه، نشان زرد که بود معنای است که اجازت نیست که رو بفروشی. و استارش از 5 کم نباشه، ریتینگش چقدر زیاد باشه خوب است. و پرایسش از 20 کم نباشه و از 50 زیاد نباشه. خب بازم محاسبه کنه، اگه برتان فایده میکرد مشکل نیست. و این که سیلر باید از 4 کم نباشه و از 20 زیاد نباشه. فهمیدین؟ این درس امروز ما بود.